سلام دوستان عزیزم، امروز میخوام شما رو ببرم به یکی دیگه از بهترین رستورانای شهر قشنگ تبریز که هم غذای تازه و هم با کیفیت به دست مشتری میده. بیاین که با هم بریم. اینجا برگ مخصوص میزنن. اینجا هم آشپزخانه مثلا کباب میکشن به این میکشن. خسته نباشین.
شما برنجو دستتون درد نکنه.
دوستان این قسمت هم بعد از غذا برای مشتریا چای زعفرونی رایگان میارن که واقعا الان نمیدونین چه عطر زعفرونی اینجا پیچیده. دوستان واقعا جاتون خالی، از کیفیت غذا هر چی بگم کم گفتم. مرسی عزیزم، ممنون.
دوستا ما برای تایم ناهار ساعت 1:30 اومدیم به رستوران و همینجوری تا ساعت 4:30 دسته دسته مشتری میاد و برای شام هم از ساعت 7 کارشون رو شروع میکنن تا 11 شب که همچنان شلوغ هستش. بفرمایید شما بفرمایید. عزیزای دلم ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین تا یه ویدیوی دیگه و یه جای قشنگ دیگه توی تبریز شما رو به خدا میسپارم.